مختلف سنگ‌ها را اینجا تولید داریم. مقاومت زیاد دارد و بیشتر هم برای زیبایی نماها مورد استفاده قرار می گیرد. بهترین سنگ که بسیار کم یافت است. تریوارتن بهترین سنگ است که در فابریکه عناصر سنگی شارولې کابل تولید می شود. گزینه بسیار مقبول معلوم است. سنگ مرمر سیاه و سفید نوع دیگر تولید این فابریکه است. گفته می شود این سنگ بیشتر در ساخت پتزینه ها مورد استفاده قرار می گیرد. این هم سنگ گرانیت. یا در افغانستان بسیار کم یافت است. یکی از ویژگی های این سنگ مقاومت زیادش است. به همین دلیل از آن در ساخت پیاده‌روهای شهر بیشتر استفاده می شود. منبع اصلی ما دامنه های کوههای اطراف فابریکه عناصر سنگی در جنوب شرق کابل است. یک معدن ما امو کوه که معلوم است آن پناه در سرش است. این سنگ های بزرگ از دل این کوه توسط این وسیله کنده شده و به اینجا آورده می شود. شروع کار قطع شدن سنگ ها هم توسط این ماشین در اینجا صورت می گیرد. این سنگ های طبیعی را این حلقه داخل ماشین انتقال می دهد و داخل این ماشین این سنگ ها این گونه تقسیم می شوند. حاصل این ماشین حالا در بخش دیگر برده می شود. روزانه ساعت 8 این ماشین ها فعال می شوند. گفته می شود کارمندان فابریکه عناصر سنگی شارولې کابل همه افراد با تجربه و مسلکی هستند. چیزهای اضافی است دیگه که در حاصل کار به دست میاد. مطلب شما از اضافی چی مانه که او سمیخته؟ بله. نه خیر. داخل خود فابریکه ما نمیجا آل عملا نشان میتون برتون که ما چی کردیم. اینمی مواد است که سنگ فرشا را ما سرزی کار میکنیم، فقط یک دوغه میخواید. این فابریکه نوساز است و کارایشان نو شروع کردن. در آینده ما در مختلف پروژه ضرورت داریم که از این سنگ‌های فابریکه استفاده کنیم. طبعا مشکلات و چالش ها هستند در تولید سنگ. انشالله ما کوشش میکنیم که ضرورت‌های فابریکه را پورا کنیم، چه در بخش تولید باشه، چه در بخش خریداری ماشینری باشه و چه در بخش تیم تکنیکی باشه.